داشت و خونه منه. برای که سر من آوردین کافی نبود، الان میخوان اونم قربانی بازی کسفتون بکنیم. پس ما دور باشیم، به خونه مادم کاری نداشته باشیم. ریحان کافیه، بیا کنار. ریحان میگم کافیه. نه کافی نیست، نمیتونم چیزی نگم. با ما کاری نداشته باشیم. دست از سرمون برداریم. بریم، سویشو بده. بریم. دست چی شده؟ خوبی؟ خوبه. بریم، چیزی نیست. پراکندشین ببینم نمایش تموم شد. زود باشین برین دیگه. تو اونجا چی کار داشتی؟ چرا اومدی وسط دعوا؟ میذاشی هر اتفاقی قراره بیفته. کسی نمیخواد جلوی آدم ها رو بگیره؟ این بی‌حیثیت ها اینجوری به من تهمت ناموسی میزنه، در حال که من هیچ کاری نکردم. هیچی. چی کار باید میکردم؟ ولت میکردم بمیری؟ چطوری به خاطر کاری که منم میدونم نکردی بذارم بکشنت؟ میخوای این بلا رو سر خانواده‌مون بیاری؟ ریحان ببین من. ریحان باشه. ببین تموم شد، گذشت دیگه تموم. نگذشت داداش آسان، تموم نمیشه. من دیگه از این ناحقی ها خسته شدم از این که هر جا تو و میران هم دیگه رو میبینید به جون هم میافتیم. من نمیخوام هر روز با این ترس زندگی کنم. پس بین میران و خانواده‌ام گیر افتادم، خسته شدم. من هر تصمیمی هم بگیرم بازم نمیشه. این جنگ هیچ وقت تموم نمیشه. چه تصمیمی ریحان؟ تموم نمیشه مگه نه داداش آزاد؟ هر بار که میرانو ببینی میافتید به جون هماره. تو از میران تا وقتی این یارو دست از سر تو و خونوادمون بر نداره تموم نمیشه. چیزایی که شنیدم حقیقت داره پسرم؟ شنیدم شادوغلوها رومون اسلحه کشیدن. درسته، آزاد دروغ گنولو شنیده. اسلحه کشیده داده دستش تا تهمتی که زده رو پاک کنه. ترسی که دخترم تجربه کرد براش کافی نبود، تو هم بهش فشار بیار. هر کی نتیجه کارهای خودشو میبینه زنمو. میران وسط میدون رو زنای خونمون اسلحه میکشن، اون وقت تو میخوای امارت رو بدون مرد بذاری بری؟ من همچین کاری نمی کنم. تو خودت بگو کی میخواین دست از پنهون کاریاتون بردارین. از این به بعد اینجام حواسم به شماست. دیگه اجازه نمیدم کسی پشت سر من کاری بکنه.
پسرم آزاد چی شده؟ چیزی نیست مامان، خوبم. تو برای چی جلوی ملت اسلحه کشیدی؟ دیگه از این کاراتون خسته شدم. من دارم تلاش میکنم تو همون میدون که فامیلیمونو با خاک یکسان کردن آبرومونو به دست بیارم. اون وقت شما منو جلوی میدیت رسوا میکنی. این منم که جلوی عالم و آدم رسوا شدم. اون گلول به هم تهمت زده که بهش دست زدم. ساکت میموندم؟ پس طریق من به فامیلیمون تهمت زدم. اون وقت من باید ساکت میموندم؟ چه تهمتی؟ تو راجع به چی حرف میزنی آزاد؟ عمو جان، شما میدونستین آره؟ مگه میشه همچین چیزی از من مخفی کنی؟ پسرم ما برای همین بهت نگفتیم. گفتیم یه وقتی وونه بازی در میاری. حالا که فهمیدی چی شد ببین رفتی همه چیو به هم ریختی. الو. تا من بیام کسی از این خونه بیرون نمیره. فهمیدین؟ مخصوصا تو هیچ جا نمیری. بابا خیر باشه، کجا میری؟ الو. حالا که اینجوری فرمودن وظیفمون قهوه تلخشونو بخوریم. فیرات بله خانم بزرگ. بگو ماشینو حاضر کنن. کجا تشریف میبریم؟ منم نه تو اینجا میمونی. تا من بیام هیچ کس از عمارت بیرون نمیره، حتی میران. بفرمایید عزیز خانوم. از حرست نمیدونی به کی باید حمله کنی آره ناسو؟ تو شاداغلوها رو مثل خودت ندون. من به فکر خانوادمم، اما نفهمیدم مشکل تو چیه. کثافت کاریاتو یکی یکی رو میکنم. بعد از کاری که امروز کردی اگه تو راهت سنگ به پات گیر کرد بدون که کار من بوده. خوش اومدی. ممنون آقا. خوش اومدی. خوش باشی حشمت خان. اومدنی به کسی چیزی نگفته این. خوبه. آداب و رسوم یادتون نرفته. حرفی که اینجا زده میشه همینجا میمونه. اگر تصمیمی هم گرفته بشه انجام میشه.
شنیدم از وقتی آسلان بیها اومدن میدیات خصومتی که بینتون وجود داشته بیشتر شده. گفتم حتما آداب و اصول میدونین چیه، یه جوری بین خودتون حلش میکنین. اما متاسفانه پسر دوتا خانواده بزرگ میدیات وسط میدون رو هم اسلحه کشیدن. مگه ما مسئول نظم و امنیت اینجا نیستیم؟ همینطور آقا. جوونا جوونن، خامن، هر کاری میکنن. ما باید اونا رو آروم کنیم، نباید بهشون دستور بدیم. حشمت خان، این زن خود ماره. چه زود کارایی که پسرت انجام داده رو فراموش کردی ناسو. حساب گذشته رو به موقع تصفیه کردیم و اون دفتر رو بستیم عزیز خانم. کاری که میران با نوه ناسو کردم مشخصه. تمومش نکردیم دیگه. وظیفه منه که این موضوع رو حلش کنم. ناسو، حرفمو خلاصه میگم. اجازه بده میران و ریحان ازدواج کنن، فامیلی حاصل بشه و این خونریزی تموم بشه. حشمت خان، این امکان نداره. بعد از اون همه کارایی که این زن در حق ما کرد باید دخترم بهش بدیم؟ ما مسئول صلح و آرامش اینجا هستیم. تو اگر با این کار موافقت نکنی موضوع بزرگتر میشه. نمیتونیم جلوی خونی که میریزه رو بگیریم. حشمت خان، با اعتماد به عدالتت دعوتتو پذیرفتم، اما چیزی که گفتی نمیشه. به جای اینکه جلوی این زن سرخم کنم ترجیح میدم واسه خونی که قرار ریخته شه عذاب بکشم. داداش، مامان بزرگم میذاره از خونه میره، اون وقت من اینجا خبردار نمیشم. مگه نگفتم قبل از اینکه به من چیزی بگین کاری نمیکنین؟ مگه برای همین برنگشتم خونه؟ این زن کجا رفت فیرات؟ نمیدونم آقا، نمیدونم. فقط ماشینش خواست. گفت کسی با من نیاد. گفت هیچ کس حتی میرانم از عمارت بیرون نمیره. آقا نکنه رفته پیش شادقلو. نه، من دارم دیوونه میشم. امیدوارم این غیب شدنت ربطی به شادقلوها نداشته باشه مامان بزرگ. داداش، بابام کجاست؟ گذاشت رفت، چند ساعت هنوز برنگشته. آدم فکرهای بد میکنه دیگه. من نمیدونم جهان. میگم نکنه اونی که زنگ زده عزیزه بوده. حتما موضوع دعوا شنیده. کسی تو میدیات نمونده که نشنیده باشه. هرچی ما میخوایم کار بهتر بشه، ببین چی میشه. باید یه راه حل پیدا کنیم. یه چند نفر دیگه میذارم این دورو برا. خودت میدونی از کارهای آسلان بیا دیگه نمیشه سر در آورد. بابا محض رضای خدا تو کجایی آخه؟ بگو آزاد بیاد. آزاد! چی شده بابا؟ بابا خیر باشه، مشکلی پیش اومده که با آزاد کار داری؟ آزاد میری پیش پدر بزرگت.
چرا بابا بزرگ؟ چون من اینطوری صلاح دیدم. من بابا بزرگ، من هیچ جایی نمیرم. اگه قراره کسی بره اون مخفی بشه، اون میران عوضیه. تو تنها نوه پسری این خانواده ای. تا وقتی من نگفتم همونجا میمونی. کسی که بهش تهمت زدن منم. اونی که مثل موش قرار قایم بشه و فرار کنه هم منم. چرا بابا بزرگ ها؟ چرا؟ خانواده بزرگ شادوغلو در برابر این خانواده کاری به جز به تبعید فرستادن آزاد از دستشون بر نمیاد بابا. تا کی میخواد فرار کنه آزاد؟ اصلا برای چی باید مخفی بشه؟ اگه پیگیر تهمتی که بهش زدن نبود، اون موقع اسم و رسم این خانواده کافیه. این تصمیم به خاطر اینه که به اندازه تو به فکر نوام هستم. برای محافظت از اونایی که جلومون با نفرت قدم برمیدارن، برای اینکه شر اون عزیزه رو کم کنم و مانع سوء قصد جون نوام بشم، این کارو میکنم. آزاد میره پیش پدر بزرگش رو، به جز ما هیچ کس نباید این موضوع رو بفهمه. بری. جواب نمیده. این عصبانیت برای چیه؟ تو کجا بودی مامان بزرگ ها؟ کجا رفتی؟ رفته بودم با مرده هام درد و دل کنم. آخه زنده هام دیگه طرف من نیست. این وقت شب؟ مگه زیارت اموات هم ساعت داره؟ میران، اون اتفاقایی که توی میدون افتاد خوب نبود. موضوع اسلحه کشیدنتون ناراحتم کرده. معلوم نیست این شادقلوها چی کار میکنن. میگم تا وقتی آبا از آسیاب بیفته تو برو اون یکی عمارتمون. مامان بزرگ چی تو ذهنته؟ ها؟ همین 2 ساعت پیش مگه نگفتی نباید از این عمارت برم؟ تو فکر کردی من دشمنتم؟ مگه نمیدونی من فقط یه دشمن دارم، اونم شادقلوان. من تو رو تو بغل خودم بزرگ کردم، بیشتر از همه مراقب حامیت بودم. اگه متوجه خطری نمی شدم چیزی نمی گفتم. من نه از اونا نه از نقشه هاشون ترسی ندارم. جایی نمیرم. خود دانی. اما فقط یه چیزی ازت میخوام، مراقب باش. فیرات به محمود بگو تعداد نگهبانا رو زیاد کنه. نمیخوام دور و بر عمارت پرندم پر بزنه. هیچ کس بیخبر از من و میران باشو از این خونه بیرون نمیذاره. چشم خانم بزرگ. اسما یه قهوه درست کنین بخورم. حالا قهوه هم میخواد. ای رفیق، ای رفیق جانم، انقدر فکر نکن. استدیو جم.
چطوری فکر نکنم یوسف؟ ببین به چه روزی افتادیم. همه یه چیزهایی که سالها براش جون کندم یکی یکی در از دستم میگیره. تو این سن و سال از خونم رونده شدم. بچه هامو دشمن هم کردن. نتونستم هیچ کدوم از این گرفتاری ها رو درست کنم. خدا تقاص چی رو داره از من پس میگیره یوسف؟ دردایی که اینجا کشیدم. آتیش کمک کنین، به دادم برسین، کمک کنین، کسی نیست. آتیش کمک به دادم برسین، خواهش میکنم اجازم بدید. اینطور با خودت نکن ناز. ببین هممون یه امتحان الهی داریم، اما خدایی که درد رو داده کی میشه درمونش رو نداده باشه. خیالت راحت باشه. درست میگی یوسف. هر زمستونی یه بهاری داره. اون بهارم من میارم. اینو کدوم میران داره بهم میگه؟ همون میرانی که روزها عاشقانه نگاه میکنه، یا اون میرانی که این زخمو تو دلم گذاشت؟ کدومش رو میگه بیا زنم شو؟ تو کی هستی میران؟ آزاد کسی نیست که بخواد به ناموس دیگران چشم داشته باشه. اون از گوشت و خون منه. بلایی که سر من آوردین کافی نبود. الان میخواین اونم قربانی بازی کثیفتون بکنین؟ جواب بده. خیر باشه آقا. چی شده؟ من باید ریحانو ببینم. میران ببین داداش، تو این قضیه رو دست کم گرفتی، اما واقعا اوضاع به هم ریخته است. مخصوصا اگه تو و ریحانو با هم ببینن یکیتون رو میکشن. میران قهوه‌تون خانم. تا وقتی از شر اون دختر خلاص نشم آسایش ندارم اسمم. شاندار نفرتی که ذره ذره تو قلب میران گذاشتم و با اشکای خودم بزرگش کردم و با عشقش از بین میبره. نکنه ریحانو؟ جوری حرف نزن انگار من رو نمیشناسی. مگه من از همون اول قسم نخوردم که این انتقامو بدون حتی شلیک یه گلوله بگیرم؟ حالا که نمیتونم مانع این عشق بشم، پس اونم وارد بازیمون میکنم. البته که ریحان میمیره، اما تو قلب میران تا هم مثل میران کنجکاوی بدونی امروز کجا غیبم زد مگه نه؟ نخواستم وقتی همه حالشون بده اوضاع رو به هم بریزم. حشمت خان دعوتم کرد. خیر باشه. اتفاقایی که امروز تو میدون شهر افتاده به گوشش رسیده. میگه به خاطر دوتا خانواده آرامشمون به هم ریخته. گفت دوتا راه داری که اینو حل کنی. یا میران با ریحان ازدواج میکنه یا خون ریخته میشه. ناسوخ قبول نکرد، منم قبول نکردم. یعنی بعد از این چی میشه خانم؟ از اونجایی که میران با ریحان ازدواج نمیکنه،
آزاد شادقلو میمیره. ای خدا. همه جا پر از سنگه. میخوای همه سنگایی که به پام گیر میکنه رو بندازی برن؟ اگه لازم باشه همشون رو جمع میکنم. تمام راهایی که ازشون رد میشی و تمیز میکنم. از قدیم گفتن آدم دوست نداره به پای عزیزش سنگی بخوره. منم نمیخوام پایتو به سنگ گیر کنه ریحان. هیچ سنگی به پام نمیخوره. دیگه مشکلی نیست، سختی نیست. دیگه تو خونم زندانی نیستم. آزاد میشم، با تو خوشبخت میشم. اگه تو راه هم سنگ باشه تو اون از سر رام بر میداری. اما باید این راهو با هم بریم. قول میدی؟ قول. ریحان ریحان تو منو نمیشناسی. نگرانت شدم. چطور اینجا رو پیدا کردی؟ تو هر جا باشی، هر جا که بری من پیدات میکنم. گلی خانم همه چی رو گفت. چند بار بهت زنگ زدم اما جواب ندادی. منم دیوونه شدم. ترسیدم بلایی سرت اومده باشه یا اهل خونه کاری باد کرده باشم. کی میخواد برای سر من بیاره؟ بزرگترین تهدید من تویی. اگه الانم یکی ببینه چی میشه؟ ها؟ تو رو سالم میذارن؟ میترسی منو بکشم؟ نه خیر، میترسم خانواده‌ام قاتل بشن. ریحان میرم، برو دیگه. تا کسی ندیده برو. باشه میرم، نگران نباش. اما میخوام اینو بدونی که من هیچ ربطی به مصادره امارتتون ندارم. به مامان بزرگم گفته بودم، گوش نکرده. گوش نکرده؟ من نخواهد کرد. الان فهمیدی چرا بهت گفتم نه؟ تا وقتی این انتقام تموم نشه دردامون آروم نمیشه. پس نامه یا انجام میدن، شادقلوها گریه میکنن. مامان بزرگت همیشه برنده است میران. ما بازنده ایم. جفته. زود باش برو. دیگه هم نیا. دیگه امیدی به ما نیست. فهمیدی؟ هیچ امیدی به ما نیست. امید هست ریحان. هنوز دوبله شده در استودیو جن. دختر تو میخوای منو قاتل کنی؟ ما موندیم آزادو کجا قایم کنیم تا بلایی سرش نیاد؟ اون وقت تو خجالت نمیکشی اون یارو رو میاری بیخ گوشمون باهاش حرف میزنی ها؟ اینا خونمونو ازمون گرفتن، میفهمی؟ خونمونو به آزاد تهمت زدن.
تو چطور دلت راضی میشه ببینیش؟ همون جان حرف نزن. ببین دخترم، من شبیه بابات نیستم. به خاطر اینکه آزاد همه چی رو به هم نریزه کاری به کار اون عوضی نداشتم. اما فکر نکن همه چی تموم شده. قبل اینکه اونا جون پسرمو بگیرن حساب همشونو میرسم. عجل آسلام بیا میشم. فهمیدی؟ اگه یه بار دیگه حرفی درباره اون جایی که منو انداخته بودی توش به زبونت بیاری، زیر این بالش خالی نمیمونه. پسر منو به دنیا نیامده خاکش کردین، یادته؟ فکر کردی روح اون فقط یقه منو میگیره؟ هنوز اینجای من درد میکنه. برای همین جای قلبمو خوب میشناسم. اون درد منو سر پا نگه داشت. به هیچ وجه منو با این امتحان نکن. به هیچ وجه منو با این تهدید نکن. فهمیدی؟ من کسی رو تهدید نمی کنم سلطان. هشدار میدم. حال تو هم این روزا اصلا خوش نیست. برای همین خودتو جمع جور کن. مراقب خودت باش تا مجبور نشیم دوباره بفرستیمت همون بیمارستان. در مورد بیمارستان نگو. نگو بیمارستان. نگو بیمارستان. پس اینطوری آروم میشی. باشه، بفرما. اتاق مال تو. هر طور دوست داری به هم بریز. اما وقتی اومدی بیرون عقلت سر جاش باشه. چی؟ حشمت خان دعوتشون کرده؟ آزادو؟ دختر تو چی داری میگی؟ تو سرمو بیچاره کردی. فقط یه جون مونده بود که به خاطر تو فدا نکرده باشی که اونم میخوای ازش بگیری. چی میگی زنمو؟ میشه حشمت خان صلح برقرار نشده. این اصلا بیا قرار جون آزادمونو بگیرن. چرا آزاده بکشن زنمون؟ هنوز داری میپرسی چرا؟ به خاطر تو. اون زنی که عزیزه برای اینکه صلح برقرار بشه تو رو به عنوان عروسش قبول نکرده. آزادم که تو رو ناموس خودش کرده و خودش انداخته وسط. الانم میخوان حوض تو رو از اون بگیرن. همچین چیزی نمیشه. نمیتونن این کارو بکنن. نمیتونن. آره نمیتونن.
برو بپرس و با گوشای خودت بشنو ببین میتونن یا نمیتونن. منو ببین، همه اینا رو هر طور شروع کردی همونطوری هم تموم میکنی. لازم باشه خودتو فدا میکنی اما جون پسرمو نجات میدی. شنیدی؟ نجاتش میدی. همه جا پر از نگهبان ریحان خانم. تنهایی نرو، حداقل من باید بیام. نمیخوام تو رو قاطی این قضیه کنم داداش رضا. نگران نباش، آسیبی به من نمیرسونه. با حشمت خان حرف میزنم و برمیگردم. این کارتو هیچ وقت فراموش نمی کنم داداش. مراقب خودت باش ریحان خانم. منم اینجا منتظرم. تو کی هستی؟ این وقت شب اینجا چی کار میکنی؟ من ریحان شادوغلو هستم، نوه ناصر خان شادوغلو. باید حشمت خان حتما ببینم. همینجا منتظر باش. به این وقت شب چی میخوای؟ میخوام با حشمت خان صحبت کنم، خیلی مهمه. بیا تو. بگو ببینم. دخترم تعریف کن چی طور این وقت شب کشونده اینجا؟ دستور مرگ آزاد صادر شده، درسته؟ ببین دخترم، خانواده های بزرگ این خاک آینه عبرت اجتماع خودشونن. اگه با هم خصومتی پیدا کنن اولین راه حل ازدواج بین دو تا خانواده هستش. اینه که میدونی. اگه خانواده هایی که با هم خصومت دارن نسلشون با هم ازدواج کنن، اون وقت مانع خونریزی میشن و دعوا تموم میشه. خصومت بین آسلان بیها و شادوغلوها الگوی بدی برای جوونا میشه. اگر ازدواج سر نگیره کاری که باید انجام بشه مشخصه و راه دیگه ای نداره. چی هست؟ ریختن خون، هم خون آزاد هم خون میران ریخته شده میشه. در استودیو جری. امید نون فقیراست ناسوخ خان.
با وجود اینکه میدونی از پرتگاه میفتی هنوز داری سعی میکنی و حالا میران وقتی اون نفرتی که به دروغ تو دلش جا کردی برملا شد چهره واقعی تو رو میبینه. تا وقتی نسلتون نابود نشه هر کاری کنم باز کمه. اصلا میخواد برای اینکه خونی ریخته نشه من خودم رو فدا کنم. من چی جوری تو رو شما رو تنها بذارم و برم؟ اگه یه ذره خاطر من برات عزیز باشه وقتی به خاطر مامان بزرگم ریحانو با خاک یکسان کنم برمیگردیم سر خونه اول فیروز. نمیتونی جلومو بگیری. مامانم، میران و همه چی رو میفهمن. داداش میران بابا مگه چی شده؟ من چی کار کردم؟ چطور میتونی حرف منو گوش نکنی همچین کاری کنی ها؟ بابا تو چی کار کردی ها؟ این همه سب کردی اینطوری حساب پس گرفتی؟ با کشتن میران حساب پس گرفتی؟ حداقل میدونستم زنده است ملکه میدونستم زنده است.